کارت شود هم. بله انشالله که همگی چیز درست شد. خب انشالله که تصویر دارین که شروع کنیم. بخیر. بله بخیر باشین. خب درس امشب ما هم بخش تبلت است که ویندوز 10 این بخش جدیدن آورده، یعنی از این قبل ویندوز 7 اگه بود، ویندوز 8 بودک یا این گزینه را هم نداشتک. مثل که شما هم از تبلت استفاده میکنین، تبلت هم بعضی تنظیمات خاص خود داره که ویندوز 10 هم این قابلیت هم ساخته که کامپیوتر هم به شکل تبلت بسازه، که ما میتونیم همون قسم که از تبلت استفاده میکنیم از ویندوز 10 هم استفاده داشته باشیم. when I sign in، زمانی که من داخل شدم، این بعضی از سوالاتی است که پیش از اینکه تبلت شما فعال بسازین این سوالات از شما میکنن. always use tablet mode، همیشه زمانی که من کامپیوتر خود روشن کردم شکل تبلت مود داشته باشم، شکل تبلت مود. خب در قدم اول باید بگویم دوستان عزیز که ما و شما دو قسم مود داریم در کامپیوتر، یکی به نام دسکتاپ مود است، یکی به نام تبلت مود است، یعنی در ویندوز 10 البته. از او قبل نیست. این حالتی که شما میبینین که در دسکتاپ بعضی آیکن ها موجود است و بعضی فایل ها موجود است، مثل که کامپیوتر میتونیم که به شکل درستش باز کنیم، در استارت بتن هم با بعضی برنامه ها دسترسی پیدا کنیم. همین حالت به نام دسکتاپ مود میگن و بخش بعدیش به نام تبلت مود است. در اینجا از ما شما سوال میکنه که آیا همیشه میخوای که زمانی که کامپیوتر روشن میشه شکل دسکتاپ مود باشه و یا هم تبلت مود باشه، که از اینجا هم اگر بخوای که همیشه به شکل تابلت مود باشه گزینه اولش انتخاب میکنی. never use tablet mode هم ای از میگه هیچگاه استفاده نکو از بخش تبلت مود. و بخش use the appropriate mode for my hardware این گزینه است که فعلا ما شما استفاده میکنیم. when I use this device as a tablet، زمانی که من کامپیوتر خود به حیث تبلت استفاده کنم. اینجا هم سه سوال میکنه don't switch to tablet mode، مگه هیچگاه تبلت مود به من فعال نساز. و گزینه دوم باشه ask me before switch mode، مگه از من سوال کو زمانی که تو میخوای که از تبلت مود استفاده داشته باشی. مثل که بعضی تلفن ها همین بخش هم داره، زمانی که اگر ما شما در بخش سیم کارت رو فعال بسازیم میخوایم به یکی تماس بگیریم، از ما شما سوال میکنه که میخوایی از سیم یک استفاده کنی و یا هم سیم دو استفاده کنی، که هم فعال و غیر فعال میشه. این هم همین بخش است. و always switch tablet mode، همیشه مرا ببر به شکل تبلت مود. این دو بخشی است که زمانی که ما شما داخل میشیم به کامپیوتر خود و همچنان زمانی که از کامپیوتر خود به حیث تبلت مود استفاده میکنیم. و change additional tablet setting این بخشی است که ما شما را میبرن در بخش تبلت مود، که میتونیم که از این هم استفاده داشته باشیم که تبلت مود چه قسم است. مثل که بیشتر هم گفتم فعلا حالتی را که ما شما استفاده میکنیم بخش دسکتاپ مود است که از استفاده می داشته باشیم. و بخش تبلت مود فعلا غیر فعال است، یعنی آف است. اگر بخوایم که بخش فعال بسازیم با فعال کردن این گزینه کامپیوتر ما شکل تبلت میگیره به خود. یعنی پیشتر اگر شما دیده باشین، یعنی این اول من غیر فعال بسازم پیش از اینکه ما تبلت مود فعال بسازیم. اینجا ما کلوز داریم، بخشی که کامپیوتر صفحه ما شما رو بزرگ میسازه، مینیمایز داریم و همچنان بخش خود تسک بار داریم، مینوی تسک بار که میتونیم که با بعض برنامه های خود دسترسی پیدا کنیم و همچنان نوتیفیکیشن. اگر ما شما این بخش فعال بسازیم همگیش به شکل میایه که این حالت تبلت به خود میگیره. زمانی که یعنی هیچ حالت کلوز و یا بعضی چیز دیگر اگر ما کلوز هم بسازیم به این شکل صفحه ما نمایان میشه. یعنی قبلا اگر دیده باشین دوستان عزیز که در صفحه ما خیلی موارد بود، مثلا بخش آیکن ها موجود بود و بعضی موارد دیگه موجود بود، یعنی در هیچ کدامش ما شما دسترسی نداریم. به شکلی است که این حالت مود به خود داره، که از این طریق میتونیم که اگر دوست داشته باشیم از این بخش میتونیم که استفاده داشته باشیم. اما چه قسم پس دو حالت بیاییم بازم میتونیم که شما از بخش ستینگ، بخش سیستم انتخاب کردین، بخش تبلت میین، باز دوباره در این بخش میین و اگر دوست نداشتین که حالت باشه پس حالت تبلت مود غیر فعال بسازین. پس میبینین که حالت ماکسیمم و بخش مینیمایز و کلوز هم آمده و کامپیوتر ما هم به شکل نرمالش قرار گرفته. زمانی که
when I'm using tablet mode، زمانی که من استفاده کنم از حالت تبلت مود، یعنی حالتی که تبلت باشه، مثل که لحظات پیش استفاده کردم من. hide app icon on taskbar. شما میبینین که بعضی میرف اولا فعال بسازم تا شما برنامه ها رو ببینین. فعلا برنامه ها همگیش اینجا نمایان میشه، مثلا از جمع برنامه های گرافیک از واتساپ است و بعضی موارد دیگه. اگر بخوایم که برنامه ها هاید شوه، ایره غیر فعال میسازیم. زمانی که شما ایره غیر فعال بسازین، تمام برنامه ها هاید میشه و هیچ وقت شما ایره به تاسک بار دیده نمیتونین. پس اگر پس دوباره خواستن که حالت نمایان به خود بگیره و نمایش داده شود، پس دوباره ایره فعال میسازین، غیر فعال میسازین. زمانی که غیر فعال ساختین، این تمام برنامه ها پس دوباره به شما قابل رویت میشه و همچنان میتونین که ببینین او برنامه ها را. بخش بعدی automatically hide the taskbar. تاسکبار ما را به شکل اتومات هاید بساز. فعلا در تاسکبار ما و شما که میبینیم حالت ثابت در خود داره، یعنی هیچ هاید نمیشه و همچنان به شکل ثابت است. میتونیم که ازش هر استفاده که داشته باشیم ازش استفاده میتونیم. اگر بخوایم که به شکل هاید باشه، این گزینه را فعال میسازم. زمانی که فعال شد، تاسکبار ما و شما به شکل اتومات هاید میشه و با ماوس زمانی که بالای تاسکبار خود ببریم، پس دوباره قابل رویت میشه که از این هم میتونیم که استفاده کنیم. و بجز از حالت تبلت مود میتونیم که بخش هم فعال کنیم که هم در سایه بعدی است و ایره پس دوباره غیر فعال میسازیم. when I'm not using tablet mode، زمانی که من تبلت مود استفاده نکردم. این بقیه مواردش که از دوستان گرامی استفاده میشه به کامپیوترهایی که تچ باشه، که از طریق تچ صفحه کار شوه، یعنی از طریق کیبورد و ماوس قدر استفاده نشه. یعنی زمانی که ما مثل که تلفن خود استفاده میکنیم، همون قسم کامپیوترها هم شکل تچ هم داره که از طریق تچ استفاده میشه. زمانی که ما شما make app icon on taskbar easier to touch، تمام گیش مواردی است که زمانی که ما شما تچ کنیم از اون موارد استفاده میتونیم که داشته باشیم. یه بخش تبلت بود دوستان عزیز که راجع به تبلت هم خواندن. و بخش بعدی مولتی تاسکینگ است. مولتی تاسکینگ هم یکی از بخش های خیلی مهم و خیلی خوب ویندوز است که ما شما توسط ازی به بعضی از تنظیمات کامپیوتر خود دسترسی پیدا کرده میتونیم. برای مثال از اینکه شما هم درست خوبتر آشنایی پیدا کنین با این بخش، ما یک فایل را باز میسازیم. فرض کنین من یک فولدر را باز کردم. زمانی که از یک گوشه از فولدر شما بگیرین و او را درگ کنین یا کش کنین به 4 طرف صفحه، حالت به ما شما پیدا میشه که از قبل به ما شما نشان میده. زمانی که شما اگه ببینین در صفحه، یعنی حالتهای نشان میده که صفحه را به انواع و اقسام مختلف و ما شما قابل رویت میسازه. این به کدام صورت به درد میخوره دوستان عزیز؟ این در صورتهایی است این بخش که ما میتونیم که از چندین صفحه استفاده داشته باشیم و یا هم بفهمیم که چند صفحه در کامپیوتر ما شما باز است. و ما یک تصویر دیگر هم میخوایم که باز بسازم. این فولدر هم باز شد. اگر بخوایم که به شکل به حالت بیایه که دیگه صفحات و بعضی بخشای دیگر هم به ما قابل رویت بسازه که کدام صفحات به کامپیوتر باز است. زمانی که به قسمت از صفحه رها کنم، این صفحه را به ما هم قابل رویت میسازه و همچنان بعضی موارد دیگه که اینجا باز است، صفحاتی که باز است او را هم قابل رویت میسازه که میتونیم که و ما شما معلوم شود که چند صفحه فعلا در کامپیوتر ما باز است. و همچنان زمانی که از طرف بالایش بگیریم طرف پایین کش کنیم، پس حالت نرمال به ما شما میاره که بخش همگیش ارتباط میگیره به بخش اسنپ ویندو به نام اسنپ ویندو که عنوانش هست مولتی تاسکینگ. اگر زمانی که ما ایره غیر فعال بسازیم، چی کار با ما شما انجام میده؟ زمانی که غیر فعال شد، در این صورت هیچ وقت ما نمیتونیم با هر گوشه کامپیوتر اگه ببریم صفحه خود او گزینه فعال نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما او را غیر فعال ساختیم. پس اگه بخوایم که او فعال باشه و از او استفاده داشته باشیم، پس میتونیم که به شکل آن بمانیم و از او استفاده داشته باشیم. و زمانی که فعال شد، پس دوباره امی بخش به ما شما قابل اجرا است و میتونیم که ازش استفاده داشته باشیم. خب انشالله که تا این قسمت کدام سوال خود نیست.
خب میپردازیم به ادامه درس و زمانی که ما به این قسمت از امی بخش که بیاییم سنپ ویندو، اینجا سه قسم پرسش ها ما داریم، سه گزینه داریم که میتونیم که از این استفاده داشته باشیم و همچنان استفاده نداشته باشیم. فرض کنین دوستان عزیز که اینجا ما دو صفحه داریم. ما یک صفحه دیگر هم باز کنم به این شکل. در صورتی که گزینه اول فعال باشه when I snap a window automatically size to the fill available space، میگه زمانی که من سنپ ویندو را فعال ساختم اتومات سایز صفحه اما بخش خالی صفحه را باید اشغال بسازم. مثلا من این دو صفحه را دارم به شکل لندسکیپ است. زمانی که را به این قسمت فعال بسازم، این قسمت دومش که باشه این را به شکل اتومات با شما پر بسازه توسط یک صفحه دیگه به صورت که فعال باشه. مثلا ما این را به قسمت فعالش میسازم، به قسمت فعلا هر دو صفحه به شکل مساوی صفحه ما را پر ساخته و میتونیم که از دو صفحه استفاده کنیم که اگر خصوصا در بعض موارد استفاده میشه که مثلا بخوایم یک فایل انتقال بدیم، اگر ما شما را مینیمایز کنیم یک صفحه دیگه باشه که شاید یک فایل را کات و یا هم کپی بسازیم و در دیگه صفحه ای را به این شکل اگر باز بسازیم یک اندازه وقت ما را میگیره. پس خوب است که از این بخش استفاده داشته باشیم و میتونیم که صفحه خود به شکلی بسازیم که هر دویش به یک قسم قابل رویت باشه و ما شما نشان داده شوند. بخش دومش که از دوستان عزیز میگه نشان بده به من که چقدر صفحه باز می باشه. When I snap a window show what I can snap next to it، چقدر صفحه باز است. فعلا که من این صفحه را پس مینیمایز کنم، زمانی که من به این قسمت صفحه بیایم تمام صفحات دیگر به من نشان میده که چقدر صفحه باز می باشه. اگر در صورتی که بخش غیر فعال باشه من نمیتونم که صفحاتی که باز است او رو ببینم. مثل که شما بیشتر دیدن که در قسمت که من قرار دادم تمام صفحاتی که باز بود به ما شما نشان میداد. پس حالا اگر بخوایم فقط صفحه را به شکل ایستاده و یا هم پورتریت میگذاره و صفحات به ما نشان نمیده. اگر پس دوباره این فعال بسازم پس دوباره تمام صفحات به ما شما نشان میده که چقدر صفحات در حالت اجرا است. و بخش بعدی دوستان عزیز when I realize a snapped window، این بخش که از در صورتی که فعال باشه. اگر ما دو صفحه داشته باشیم فرض کنین این دو صفحه، خب این استفاده نمی کنم، در صورتی که این دو صفحه داشته باشیم اگر ما بخوایم که صفحات حالتش تغییر بدیم یعنی سایزش تغییر بدیم، میتونیم که با تغییر آوردن یک صفحه را بزرگتر بسازیم و یک صفحه هم کوچکتر بسازیم که ارتباط میگیره به می بخش. اگر در صورتی که ما این بخش سوم غیر فعال کنیم این قابلیت ما نمیتونیم داشته باشیم که یک صفحه را که کلان کنیم دیگهش خردترک شوه و اگر دیگهش کلان کنیم دیگهش خردترک شوه، یعنی او به روی همدیگر قرار میگیره. این مورد استفادهش است. اگر پس ما دوباره این بخش فعال بسازیم پس دوباره میتونیم که همزمان هر دو صفحه را به شکل اتومات بزرگتر و یا هم کوچکتر بسازیمش که هم ارتباط میگیره به این بخش. و گزینه بعدی بخش تایملاین است که تایملاین هم زمانی که از ما شما اینترنت وصل داشته باشیم در کامپیوتر خود و همچنان بعضی موارد دیگه یگان اخبار و یا هم چیزایی که به شکل اتومات با ما شما میایه او قابل رویت میشه که میتونیم که از او هم استفاده داشته باشیم و راجع به بعضی پیام ها و اخباری که از طریق اینترنت به ما پخش میشه از این طریق میتونیم که دسترسی پیدا کنیم، مثل که به بعضی تلفن ها هم موجود است که از این طریق میشه که استفاده شود. خب بخش بعدی بخش آلت تب است که از این طریق هم میتونیم که ما چندین ویندوز حالتش ببینیم که در کامپیوتر ما شما چند ویندوز باز است. فرض مثال حالت آلت تب اگر شما دیده باشین اینجا ما بخش
ستینگ باز داریم، بخش که ریکاردر است ایره هم فعال داریم و امی حالت درس ما که گوگل میت است هم باز است. اگر ما آلت همراه تب بگیریم تمام صفحات به این شکل به شما نشان میده که نه در زودترین فرصت و با سرعت خیلی کم میتونیم که به برنامه های خود دسترسی پیدا کنیم زمانی که آلت همراه تب بگیریم. مثلا میخوایم از او جمع بالای انگلیش فایل انگلیش که است دسترسی پیدا کنم. زمانی که بالای فایل انگلیش آمدم ایره رها میسازم، پس همین صفحه به ما شما قابل رویت میشه که میتونیم که ببینیم و از او هم استفاده داشته باشیم. این بخش تب آل تب است که از این طریق ما پیدا میکنیم که چند ویندو رو با ما شما باز بسازه. زمانی که اگه 5 ویندو داشتیم، 3 ویندو داشتیم و یا هم تا 20 ویندو رو هم میتونیم که برنامه ها رو ببینیم. و این بخش دسکتاپ است که ما شما میتونیم که دسکتاپ مجازی رو هم در کامپیوتر خود وصل کنیم. مثلا دسکتاپ مجازی چه قسم؟ در درس قبلی دوستان عزیز شما اگر دیده باشین ما بخش تاسک ویو داشتیم که از این طریق میتونستیم به توسط کارهایی که از قبل انجام دادیم میتونستیم که در او هم دسترسی پیدا کنیم که ما میتونیم بعضی برنامه های خود در یک دسکتاپ و از یک تا چندین دسکتاپ هم او را جایگزین بسازیم. فرض مثال اینجا زمانی که در قسمت بالایش ببینید به نام نیو دسکتاپ یک گزینه داریم. اگر بخوایم که اگر ببینیم اولا خو تمام این فایل هایی که از قبل ما کار کردیم تمامش ارتباط داره به دسکتاپ اولی که نیو دسکتاپ است. اگر بخوایم یک دسکتاپ دیگه ایجاد کنیم با کلیک کردن روی از یک دسکتاپ جدید به ما شما باز میشه که میتونیم که در این دسکتاپ بعضی فایل های دیگه خود وارد بسازیم. فرض مثال میخوایم که ای آیکانه البته ما چند صفحه باید داشته باشم مثلا بخش و اولا چند کار مثلا ما اجرا بسازیم. مثلا از اینجا ما برنامه پینت باز میکنم و تمام بعضی کارها رو اینجا هم انجام میتونم. پس دوباره ایره غیر کلوزش میکنم. زمانی که اینجا ما بیام اینجا بخش فایل ها اضافه شد و بعضی کارهایی که از قبل انجام دادیم و میتونیم که امو فایل پس دوباره و مثلا از این فولدر میخوایم که در دسکتاپ دوم ایره اضافه بسازم. همین سفره ایره در این بخش اضافه ساختم و زمانی که در دسکتاپ اول ما شما کلیک کنیم هیچ او صفحات نداریم. اگر پس دوباره اینجا که ما کلیک بسازم در دسکتاپ دو بیایم پس همون فولدر مثل کمی فولدر ما در دسکتاپ مجازی انتقال دادیم. فرض کنید دوستان عزیز که ما در دسکتاپ اولی پس دوباره مراجعه کنم بیایم اینجا هیچ فولدر نداریم. در قسمت تاسک بار ما هیچ فولدری نداریم که استفاده کنیم چون که او فولدر که باز بوده که ما در دسکتاپ دوم قرار دادیم. اگر پس دوباره دسکتاپ دوم فعال بسازیم امی فولدر پس دوباره اینجا ایجاد میشه و پس اگر بخوایم که از این بخش بکشیم و دیگه موارد هیچ کدامش اینجا موجود نیست. مثلا بخش گوگل میت داشتیم و بعضی ویدیوها داشتیم، بعضی موارد دیگه داشتیم که اینجا هیچ موجود نیست. پس دوباره در بخش اولی بیام این ستینگ از گوگل میت است و همچنان ریکاردر تمام بخشا موجود است. پس دوباره اگه بخوایم که از بین ببرم با فشار دادن روی علامه کلوز میتونم که دسکتاپ پس دوباره از بین ببرم. پس میشه که دوباره از این استفاده داشته باشیم. و ای بود بخش ماسکینگ مولتی تاسکینگ که بعضی موارد خوبی همینجا موجود بود که ما میتونستیم دسکتاپ بسازیم که دسکتاپ مجازی است که بعضی فایل های خود در دسکتاپ میتونستیم که انتقال بدیم و از این طریق میتونیم که استفاده زیادی کنیم. خب امشب هم قرار بود که این بخش من خلاص کنم و فعلا که وقت تمام است و تقریبا 10 دقیقه به 8 مانده چون که بعضی از درس گذشته را هم یک مرور کردیم و فکر کنم که همین اندازه